با سلام، من امین نقیب زاده هستم و خیلی خوشحالم که با این دوره آموزشی خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این دوره آموزشی یعنی طراحی و توسعه وب 1 شما با طراحی سایت از طریق وردپرس آشنا خواهید شد. این دوره که یکی از جامع‌ترین دوره‌های آموزشی طراحی سایت با وردپرس، شما 0 تا 100 طراحی سایت از طریق این سیستم مدیریت محتوا رو یاد خواهید گرفت. از همون ابتدا یک هاست و دامنه رو خریداری میکنیم و وردپرس رو روی اون نصب میکنیم و قدم به قدم کار با وردپرس رو جلو میبریم. بعد از اینکه به وردپرس و پیشخوان این سیستم مدیریت محتوا مسلط شدیم و یاد گرفتیم که چطور یک نوشته به سایتمون اضافه کنیم، برگه در سایتمون ایجاد کنیم و کلاً تنظیمات و بخش‌های مختلف پیشخوان وردپرس رو یاد گرفتیم، به مباحث پیشرفته‌تر میرسیم. یعنی فروشگاه به سایتمون اضافه میکنیم، محصول دانلودی فیزیکی در سایتمون قرار میدیم. علاوه بر فروشگاه، در مورد ساخت عضویت پولی در سایت هم کامل توضیح خواهیم داد که چطور میتونیم اشتراک ویژه در سایتمون قرار بدیم و محتوای سایتمون رو محدود به کاربران ویژه کنیم. در فصل بعدی به سیستم رزرواسیون و نوبت‌دهی آنلاین میپردازیم که چطور میتونیم یک سرویس نوبت‌دهی آنلاین برای رزرو وقت دکتر، جلسات مشاوره و هر نوع نوبت‌دهی آنلاین رو در سایتمون ایجاد و راه اندازی کنیم. و در آخر دوره هم از تمام این اطلاعات سایتمون بکاپ و پشتیبان میگیریم تا اگر سایتمون به مشکل خورد خیلی راحت بتونیم سایتمون رو به حالت اول برگردونیم. در این دوره آموزشی ما تمام این بخش‌ها رو خیلی مفصل و کامل توضیح دادیم. به جرئت میتونیم بگیم که این یکی از جامع‌ترین دوره‌ها در مورد آموزش طراحی سایت با وردپرس. پس همراه ما با این دوره آموزشی باشید.